شب گرم آبادان بود. از آن شب‌هایی که هوا می‌ایستد و صدای دریا از دور انگار سنگین‌تر می‌شود. سامیار، مردی 30 و چند ساله و تکنسین تعمیرات کشتی، بعد از شیفت شب تصمیم می‌گیرد از نزدیک اسکله قدیم اروند عبور کند. جایی که مدت هاست بسته شده، اما چراغ یکی از انبارها عجیب روشن مانده. وقتی به در نیمه باز انبار می‌رسد، اول فکر می‌کند کار یکی از کارگران است، اما لحظه‌ای بعد صدای یک بشقاب فلزی روی زمین می‌افتد. بعد سکوت. بعد سایه‌ای بلند پشت ستون حرکت می‌کند. سامیار با چراغ گوشی جلو می‌رود. روی زمین یک دفترچه چرک گرفته افتاده. جلدش سوخته است و فقط یک کلمه معلوم است: اسناد. قبل از اینکه بتواند آن را بردارد، ناگهان صدای بسته شدن در انبار می‌آید. چراغ‌ها خاموش می‌شوند. سامیار فقط یک چیز می‌شنود: چرا برگشتی؟ قرار نبود کسی دیگه برگرده اینجا.